سلام دوستان، امروز اومدیم با بازی سونیک EXE و امروز قراره یکم بترسیم. سونیک EXE مثلا رانده یکش همه تیلز و ناکلز و اگمن رو کشت. بچه اینم دوستم محمد تا امروز با ما اومده که بازی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل بلاغت بخونید بچه اینم بعضی وقتا مثلا براتون چیزایی طنز میگه. یا علی یا خدا. خب بچه اگه بریم تو بازی خب سونیک باشد خودم باید بزنم تا خب آره ما باید کلیک کنیم روی سونیک. اینم فکر کنم ورژن اصلشه. بچه من مثل اون گیمرها نیستم که بگم لایک کنید، دوست دارید لایک کنید، دوست دارید هم لایک نکنید. ما که به زور که نمیگیم. راست میگی. حضرت علی رو نمیاریم جلو چشتون که بگیم لطفا لایک کنید، لطفا چیکار کنید. ما فقط میگیم لایک کنید، حالا دلتون میخواد نکنید، دلتون میخواد بکنید. خب بازی شروع میشه. بچه باید حلقه رو کامل بگید. آره که بازی ادامه پیدا کنه. آره همه رو باید بگیرید. بله. حتی اونایی هم که اون بالا. من اون بالا 3 تا جون دارستانی. بله 2 تا جون. من خودم سونیک پلیر بودم یه بار، خیلی مدت ها پلیر بودم موقع مدرسه ها. راست میگم اصلا میومد پیش من فقط گفتم بازی چی داری؟ گفت اصلا فقط سونیک دارم. راست تا سونیک تو بازیشه. الان دیگه کارش کمی در اومده. 5 بچه این ورژن اصله. مثل سونیک CD هم میشه بچه. اینجا هم کنید میپره چون اینم ورژن اصلی، چون اگه ورژن فیکش بود فکر کنم این کارا رو نمیتونست بکنه. آره به خاطر همین این کارا رو میکنه. صدا میاد. این زامی میخواد بیاد به جز سونیک. سونیک EXE سونیک شیطانیه. آره. EXE بهش میگن. 4 خب ما 56 تا الان تمام کردیم. آره 56 تا حلقه. یکم من سفر کوچیک کنم. ما 56 تا حلقه گرفتیم و الان صدای یه آره جنگ ایران عراق. آره بعد الان ما باید بریم 3 رو بهتری کنیم، شماره 3. یا خدا حاجی رادیو اکتیو میاد. اکتیو چیه؟ رادیو اکتیو نمیدونم چیه. یا علی بابا نمید دیگه. ببخشید بچه ما از اول میایم یه لحظه ویدیو رو استوب کنیم سری برگشتیم. تا بریم مرحله بعد آره استوبش میکنیم تا این مرحله رو ببریم، بعد بیایم مرحله اصلیه. فهمیدید بچه؟ خب میکنه. خب بچه به حلقه رسیدیم. به حلقه با همون یه جون که باختم دوبار. بله یعنی واقعا چه حلقه قشنگی. بچه خیلی باحال بازیش هم اورجینال اصل است. کنید براتون شاید تونستم لینکو بذارم. شاید چی میگی؟ سونیک تعجب کرد. آره خب بریم که ببینیم چی میشه. میتونم تیلزو زنده کنم. یه پر بازیش کردم. این مگه تیلزی؟ خدا رحمت. وای تیلز خدا رحمتت کنه. داره برای خودش داره سجده میده. صورت سونیک باشه. میخوام زندهش کنم. یه بار اینجا زندهش کنم. تو اینجا بدی برگردی زنده است.
یه بار این کار کردم یکی دو بار. بله مگه راست نکردم؟ میگه آره بله. این هم همه رو کشته ماشاءالله. کی؟ سونیک شیطانی. سونیک پدرش رو در نیاری. بله زنده شد. داره میگه تیل سونیک ولی چون میزنی مکا پس فکر کنم میگه ممنونم ازت که منو نجات دادی دیگه. این منو کشت. فکر کنم از این برام رفت. حالا دیگه اگه شما خارجی بلدید خودتون ترجمه کنید. شما واقعا کم بلدید. بعضی هم واقعا خارجی هم آره میخونم تو رو قرآن سادی رجب قشنگ تا داستان رو نظاره بفهمید تیل داره آره میگه سونیک شیطانی اومده میگم تانکس تموم شد. بله خدا شکریم. نگاه کنید اوه یه کوچولو وایسا ببینیمشون. منم یا خدا. پشت میکنم به داداش تو چه سگی پشت به پشت از ما قریم. دوتاشون قرن با هم. بسم الله الرحمن الرحیم. سونیک عصبانی باش. بله حالا اگه میخواید بخونید. بله بچه آخر بازی هم سونیک طلایی میشه. اوه میزنه سوال افت میکنه. قشنگ دارم. بچه ها سوپر ان اومد. سوپر ان زمان سونیک. 3 بار دارم میزنم. بچه یه لحظه من ویدیو رو استوب میکنم تا ببرمش. ویدیو رو استوب کردم چون بابا گفتم ویدیوش رو استوب میکنم تا ببرمش. الان پودر بشه بعد یه ضربه. یه ضربه الان فقط میخواد بازم اینا ویدیو نبایست همینجا فرو میسیم تا بابات برای بعد دوستان برگرد. دیدی خدایش چه ویدیویی گذاشتی؟ خفنه ولی دوربینش یکم بده دیگه نگو چرا اقا بیادبی. نکن لایکات کم میشه رو. میدونم گفتم بیادر نه همه یوتیوبر رو همین گنا چیزی من تو شارژ باشه چشم میخواد 10 دقیقه دیگه برم فیزیوتراپی تا ها باشه. میره فیزیوتراپی ها باش ما بازی می‌ذاری ویدیو می‌ذاری. خب ما ویدیومون یه لحظه استوب کردیم. بله انا بعد انتقام ناکن رو بگیری. آفرین نمیذاره چی داری؟ خودی یارو دست رو گرفته. خب با دست بگیرم نه قشنگ خودی شیطونت هم دوست که نیستن شیطونت هم بله کشتی قشنگ داره یه دونه بیخروش کتفزری میزنه بسی نه بابا سونیشیگانی میزنه با دست رو گرفته که کتفزری بزنه به من اینجا دیگه یه نزد داره مثلا هم باید داره بخوره به کلش یعنی بود تو خود داره میشکنه بله نه بابا اون سه باری پنج بازاری بیشتر ای تو رو خودم ببین تو رو خودم ببین اشتگاه خیلی میدستادی روز بالا هیچ پروپلیران واقعا من بردم میزنم آره یه بار بیشتر میخوری پروپلیر دیدم اوه یه آخرش وای پشتش وای به خودم میشستم میزنم انتقام سونیک الان باید بگیری بزنم انتقام خودم باید اصلا اون کار مریضه نفس
سنگ میزنی تو کلت میدی برای خودت. بله خودشو کش. خودشو چشمش عوض نشده؟ اینه آدم ها هستن که مشقاشون نمیشتن. احساس من این سونیک شیطانیه احساس کنم مشق نداره. بچهش بکنم این سونیکه هست. مشقاشون نمیشه. اومده با تکفدری و زنی بیقا گوشش بگه بچه‌ها منو بزنه. بله قشنگ تو رو زن. بله ببخشید که توی ویدیو کنیم می‌خواستیم تکفدری و می‌زنه آی من خیلی وقت فیلم بزنم خیلی وقتی نبید ببینم آره اون موقع اما موقع یادتان آره بابا چپرزدی و مکمی میزنه بابا این شیطون نکاش مهم نیست. حالا ما میخوایم ویدیو رو قطع کنیم چون واقعا سخته تا اینو ببریم بعدش آره تا حجممون پر شه. یو گایز کشتیمش بعد از 50 بار مردن. به قرآن راست میگه. بعد اومدیم شدنگی تو نظرها باید بنویسید. بله من همین الان بنویسید. من یک مثال میزنم. بله و الان ما داریم زندهش الان میکنیم. واقعا نگاه کنید صفحه شهربندی. بله ویدیو رو قطع میکنیم چون میخوام بریم ایمان. بچه‌ها ببخشید اشتباه گفتم. یه لحظه خودم اشتباهی دستم خورد نمی‌خواستم بچش کنم. ببین نه میخواستم بگم که میخواستم لویش کنم ولی نشد نه میخواستم سونیک لویش کنم دستم خورد رو ویدیو میخواست ویدیو رو قطع کرد. خب بچه‌ها الان بریم سراغ طلایی شدن و کشتن اون غول بیره. غول بیره هم که نه کشت بعد خودشو ببریم واقعا. اخ نور بچه‌ها خوبید؟ تمومه. بله نگنجا بله قشنگ این خیالش نیست. اوه بله بعد میگرده به راند اصلی. توپکیش نابود شد خودمه. بله بچه این قبل از بازی ما یه کدی زدیم. نه کد نزدیم. بله کد نزدیم. بله نه یه کد چیز بود الکی زدیم. اصلا نمیدونستیم خودش به سونیک طلایی تبدیل میشه. کد چی بود؟ فکر کنم جون بود. آره کد دیدید بچه‌ها اگر یه کوچولو ویدیو رو به قبل برگردونید الان اینجا جونش بی‌نهایته. آره اون کد ما زدیم. فقط یه کوچولو بعد از چند بچه‌ها الان میمیره. بذارید یکم قرمزتر شه این صفحه. مثلا داره خون میپاشه رو صفحه. آره فکر کنم. نگاه چقدر سری شد. مردی بچه‌ها سونیک طلایی هم کش. سونیک طلایی مگه پلیسه؟ آره آقا دستان بزنه. بچه پدرم در اون بچه 405 سرعت میده. بله 405 405
زمان خونی بچه برای اولین بار میخوام بکشیم جواد خیابانی 2. بله کشتیمش دهن سرویس کردیم. الان آره برو تبدیل شو به روبگوزه. کشته تا تو باشی تیلزو نکشید. بله دنیا رو نجات دادیم ما. زنده شو. دنیایی اصلا میگم دنیا زنده شد. اوه بله اگمن پدر سگ. رانده یکش هم داریم. پارت بعدی میذاریم. بله پارت بعدی یعنی پارت 2. این راند 2 بود. آره این راند 2 پارت 1 گذاشتیم. همه زنده شدن. الان باید مثلا تشویق همون کنید نگاه ما میکنید در نفون سری. ممنون خداحافظ. بچه ابرو رو ببینید چطوری تکون میخورن. بله قشنگ نسخه اصلیه این دیگه. بله دیدید یه ثانیه عکس شیطانی بود. خداحافظ. بچه یه لحظه اسم گوشیمون تیلز دال. بله بچه ما میخواستیم یه لحظه ویدیو رو تموم کنیم دیدیم یه دفعه اسم گوشیمون رو آورد پایین. آره اسم گوشیمون رو برای همین فیلم نگرفتیم چون بعضیا مثلا میترسم هک کنن. میترسیم بچه تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. خدا نگهدار.